قصه بعدی که برای شما روایت خواهیم کرد برمیگرده به دوران مشروطه و عصر استبداد صغیر 1285 به بعد، زمانی که اون شوری که بین جامعه روشنفکری ایران به خصوص و به ویژه در بین زنان پیشگام ایرانی بود برای اینکه گویی تحولی در ایران اتفاق افتاده و خورشید به هر حال آزادی در ایران هم دمیده و تابیده، اما خب نشد و یک اتفاق تلخی سبب شد که تارمار شدن آزادی خواهان. یکی از اون کسانی که خیلی دل بسته بود حسین خان کسمایی، میرزا حسین خان کسمایی، یک مرد عجیب غریبی که ابتدا کسوت روحانیت داشت، به فرانسه رفت، نقاشی یاد گرفت، بمبسازی یاد گرفت از قفقازی‌ها. 10 تا بمبساز قفقازی رو آورد در رشت، خونه خودش پناه داد، حمله کرد به خونه حاکم شهر، اونجا رو منفجر کرد، دارالحکومه رو گرفت و با لشکریان، در واقع این ماجرا قبل از ماجرای افول مشروطه است و میرزا بله، و با اون بختیاری‌ها و دیگران هماهنگ میشن و به هر حال در ماجرای فتح تهران و نوشتن اون قوانین مجلس ابتدایی نقش پررنگی داشت. بعد از ماجرای افول مشروطه و دوره استبداد صغیر یک یأس و دلخوردگی، دلسردی برای میرزا حسین خان کسمایی ایجاد میشه. خب گویی محبوبی هم داشته، ترانه‌ای میگه اونجا که شاید یکی از اولین ترانه‌های معترض اجتماعی در ایران، نه فقط به زبان گیلک. اونجا از محبوبش میگه که میخواد که گیل کرد، یعنی دختر گیلان، بیا بریم بالای کوه، بین گالش‌ها، بین کوه نشین‌ها و این کشوری که دیگه افسرده است رو رها کنیم. نگاه کن گرد افسردگی اینجا پاشیده شده و همه ماتم زدن، بیا بریم اونجا. و توضیح میده که اگر میخوای گیل کر، اگر میخوای حال خوب بهمون دست بده، این تن و این پیرنی که برای پیرن کسوت سنت رها کن و اینا همه تو شعر اومده. البته بعدها حسین خان کسمایی در کنار میرزا بود و حتما خوندید دیگه، خیلی مجاهدات ها کرد، روزنامه جنگل رو در آورد و الی آخر. این ترانه بیا بشیم در واقع بازتابی از شوریدگی ها و احوالات جامعه روشنفکری ایران در اون دوره، در سالهای 1285 و قبل از آغاز جنبش جنگل. این رو برای شما اجرا خواهیم کرد. بشیم در یک کنار موجن ور فروشن سر او یکی جنس بشر پیدنی به اوی گیل کار کف لب جو
کن بکنه پیرهنه تا محتاج سوزن ببین و بین انگشتن خور حسین